دوستان اومدیم یه دونه تیریزون رو ما سوراخ کردیم. خیلی وقتا چاقو میخوره این تیریزون ها یا یخدون ها، چاقو میخوره و سوراخ میشه. خب شما بتونین جوش بدین. نگاه کنین سرپکمون هم حرارتش رو بیشتر کردیم، ولی اگر شما از همین سیم جوشی که من گفتم فرانسوی استفاده کنین و کیفیتش هم خوبه، از این استفاده کنین به راحتی میتونین جوش بدین. نگاه کنین یه مقدار حسیه دوستان. ببین فاصله هم دقت کنین، فاصله رو زیاد اگه نزدیک ببره سوراخ میشه، یعنی کلا تو آلومینیوم خیلی حساسه. اون نگاه کنین اون حالت فلکسی یا تنه‌کارم خودش داره این سیم جوش، نیاز نداره اصلا بهش بزنین، هم داخلش داره. نکنین تمام، یه نیازی هم نیست بیشتر چیزش کنین. خیلی با اون یکی رو میخوای جوش بدی، یه دونه دیگه هم اینجا هست، یه دونه یا بذار اون یکی رو براتون جوش بدیم. خب خیلی از این همکارا که کار یخچالی رو انجام میدن کلا وقتی که تیریزون سوراخ میشه چیکار میکنن؟ تیریزون رو عوضش میکنن. میدونین یعنی کلا یخدون یا تیریزون کامل عوضش میکنن. اون کارم میتونین انجام بدین، ولی خب شما نگاه کنید یه جوش خیلی هزینه‌اش کمتره. موقعی که مثلا اینا یخ میزنه میخوان برفکا یا یخشو آب کنن کار انجام. نگاه کنید فاصله رو چقدر زیاد میگرده. اگه فاصله رو نزدیک کنه اصلا لوله کامل سوراخ میشه. اینو دقت کنید. شما میتونید اینو تمرینش کنید، یه مقدار حالت تمرین داشته باشه براتون. یه تیکه از این تیریزون جایی رو پیدا کنین، دست دو چیزی بگیرید، یه چند بار جوش بدین به این شکل. با این سیم جوش اگه جوش بدین اوکی میشه. نگاه کنید خیلی سخته دوستان ها. این مهمه که قشنگ بدوه. میدونید خب به هر حال اینجا یه کار دیگه هم شما میتونید بکنید. میتونید رنگ راه هم چیکار کنید، بعدا یه رنگی هم روش یه مقدار با این اسپریا رنگ هم روش بپاشید. خیلی اینجا زیاد شد دیگه دوستان، ولی در هر حال اونجا کامل این سوراخ بسته شده دوستان. حالا دیگه می‌بینید که نیازی هم نبود، ما یکم زیادش اینجا کردیم، ولی به هر حال این دیگه به هیچ عنوان از اینجا سوراخ نمیشه. جزء سخت‌ترین جوشکاریاست دوستان توی آلومینیوم و ما این قسمت هم به قصد زیاد انجام دادیم که یه مقدار ببینید که چیه. فقط باید خیلی احتیاط کنید. اگر یه ذره سرپک رو بیشتر نگه می‌داشت نزدیک‌ترش می‌کرد مطمئناً لوله کامل، لوله آلومینیوم یا مثلا این ورق سوراخ می‌شد. و اینی که شعله‌تون هم میتونین یه مقدار ضعیف‌ترش کنین. این کارم میتونه انجام بده. نگاه کنین الان دیگه فکر می‌کنم خوب دیده بشه. ببینید دیگه مابقیش هم یه مقدار میتونید قشنگ سنباته بزنین، یه رنگی بپاشین برای ترتمیزیش. حالا اگر خواستین بزنین بهتر، نزدینم که حالا نزدین دیگه. ولی نگاه کنین جوشایی که ما اینجا انجام دادیم چقدر با کیفیت و خوب شده شکلی. حالا خیلی میگم این یه مقدار مهارتیه دیگه، باید شما چند بار تمرین کنید این رو و اینو یاد بگیرید. فکر میکنم اینجا دیگه نکته‌ای نمونده. ما اگر از می‌خواستیم از سیم جوش آلومینیوم استفاده کنیم خیلی مشکل بود دوستان، یه سخت بود، یعنی شاید 10 بار باید انجام میدادیم نمیشد. کسی که برای اولین بار میخواد انجام بده فوق‌العاده سخت هستش دوستان. شاید اینجا براتون یه مسئله مطرح باشه که چرا دو تا جوش اولی راحت‌تر بود، راحت دوید، ولی رو جوش این جوشی که اینجا دادیم خیلی اذیتمون کرد، به خاطر که زیرشو سنباته نزده بودیم یا فرچه نزده بودیم. اون مخصوصا تو قسمت آلومینیوم این فرچه یا سنباته‌ای که زیرش بزنیم خیلی تو جوشکاری موثره. پس این یکی
جوش بعدی به خاطر این بود که قبلش چی قشنگ سنباته نزده بودیم، تمیز نکرده چی دیدیم. حتما تو آلومینیوم باید این کار رو انجام بدیم. نگاه کنید الان اینجا قبلا البته این جوشی که خورده این جنسش فرق میکنه، ولی منظور زیرشو همینجوری به همین شکل شما کامل سنباته بزنید، تمیزش کنین، سنباته بزنید که بتونید چیکار کنید، یه جوش خوبی رو روش انجام بدید. و اون جوشی که میذاری، سیم جوشو میذاری، قشنگ بدوه روی کار بوده و اون سوراخ چیز رو بگیره. اینم باید دقت کنید که یه موقع زیاده از حد هم چیز نکنید، بره لوله رو کلا ببنده. ایشون با یه مقدار توزن خیس کردن. توزن حالا نمیگم حتما توزن ببریم، ولی همراهش توزن بود، با توزن تمیزترش کردن. میبینید؟ ولی روی این جوش قبلی این کار انجام ندادیم، به خاطر همین یه مقدار اذیتمون کرد. خب دوستان حالا یه دونه جوش دیگه انجام میدیم، با سیم جوش دیگه انجام میدیم، ببینیم که چه شکلی میشه. نگاه کنید اینجا این سوراخ ما خودمون عمدن انجام دادیم. من خیلی وقتا میگم اینا چاقو میخوره یا چیز میخوره سوراخ میشه. نگاه کنید اینجا داره از تنه‌کار هم استفاده میکنه، یا تنه‌کار به میله، تنه‌کار آلومینیوم ها. ببینید چه اصلا انجام میشه. اون چیزی که اونجا قبل بوده نگاه کنید. تمام بس مسیر کامل. میبینید ما با تنه‌کار هم زدیم و این دوستان مهارتی آلومینیوم، ولی نگاه کنید انجام میشه به راحتی حتی با تنه‌کار. اگه تنه‌کار آلومینیوم استفاده کنید، زیر نکته‌ای که تو آلومینیوم خیلی مهمه، زیر کار کامل باید فرچه بخوره، تمیز باشه. و سرعت عمل رو دیدیم، اگر یک کم بیشتر نگه می‌داشت کامل اصلا دوباره این میدوید خارج میشد و اونجا دوباره سوراخ میشد. این نکته‌ای که گفتم انجام. این کارو میتونی شما یه دونه تلویزیون کهنه چیزی پیدا کنین، چند تا جوش بر روش انجام بدی. اینم دو تا سیم جوش مقایسهش می‌کنین، نگاه کنین سیم جوش فرانسوی و آلومینیوم که توی بازار هستش. این فرانسوی خوبیش اینه، اینم که تنه‌کار یا فلکسی ما نگاه کنین روشم فکر می‌کنم سیلور رو زده باشه، درسته؟ روش باید حتما زده باشه. اما به هر حال مشخصه دیگه، آلومینیوم یا سیلور تنه‌کارش مشخصه. تو اینجا حتما باید شما از تنه‌کار استفاده کنید. فرق میکنه با مس به مس شما میتونید از تنه‌کار استفاده نکنید، چون دیگه خیلی ساده است، مثلا خیلی کیفیت فرق میکنه. حالا دو سه نمونه اینجا ما سیم جوش براتون نشون دادیم. امیدوارم این مفید براتون باشه و چند بار این کار رو بعد از تمرین کنیم با همین مراحلی که ما انجام دادیم. چند دفعه تمرین کنین یاد میگیریم و اوکی میشین. اگه تو کار یخچال اینا باشین که حتما مطمئنا به دردتون میخوره. موفق باشین.